بریم که شیشه جلو رو دودی کنیم. بریم اول دودیمون رو انتخاب کنیم. من بین دودی معمولی و دودی آبی لاکچری دودی معمولی رو انتخاب کردم. درصدش هم پایینه، دیدی هم نمیگیره. بریم که بزنیمش. درصدش هم بذار من واسه بازش کن. درصدش رو ببینم. دیده شود. اینم که آبی لاکچریه، به نظرم به ماشینم نمیاد. بعدم دیگه قدیمی شد دیگه. اینه یه دودی خیلی کم رنگ که ولی یووی. آره یووی. دیدمون رو نگیره تو شب. بریم که اجراش کنیم. چهار تا شیشه بیکه. ها؟ 4 تا شیشه. بلنده، خیلی بلنده. پرتاش حیفه. عرض چنده؟ 26. عرضش فکر کنم 1. این بهتر برای مثلا شیشه 206 که بلنده یا خیلی از ماشین دیگه بلنده مناسبه. اما ما روی اینم همین میزنیم چون عرضای نیم باز برای این کم میاد. شیشهش تقریبا 60 سانت عرضش. خب میخواد ببینه که نگاه از پایین کم نیاد. برفاک کنه. میخوای باز کن بده زیر برفاک کن. اندازه شیشه برش میزنن اول قالب شیشه رو. این پرتشه، اون پرتش رو لول کن لازم میشه. اول دورش رو اندازه شیشه برش میزنی دیگه. بله. سلام علی. کم رنگ ترین دودیه. یووی هم هست، اشعه یووی رو میگیره. ما خیلی امام رضاییم. ایشون هم که مشتری هم دنبال دزدگیر میگردن ولی وقتشون پره. بعد این چروکا رو 3 شوار میکشی. آره با 3 شوار گرمش میکنه یه دست بشه. 3 شوار صنعتی. خوب شد. این کیلسش رو درست کردم. نزدیک میشی باز میشه، دور میشه. یعنی خراب بود دیگه. یک نفر بالاخره دیشب تونست برای من درستش کنه. شروفا همه داره صاف میشه، یعنی قالب شیشه میشه. آپاش افتاد. به تو که فکر میکنم توی قلبم آتیشه، دردم آروم نمیشه. یعنی داره قالب شیشه میشه.
شونه هم تیغ میکشه. این تعصب تیمشو میکشه میگه از این بگی چیه بارسلونا؟ بارسلونا. شش بتر که الان در اونوری بازه بس در اونوری میخوای شیشه رو بدم پایین مثلا شیشه ها رو بدم پایین تکنولوژیه شیشه هم برقی کجا بود دکمش هوا نگیره شده بزنی شیشه بهتره که شده موقع سه بزن شیشه بهتره که بیشتر تو هوای سرد گرم شیشه اسپورتش ترکید ها هوا سرد بود الان خدا شکر زیاد سرد نیست بازم بالاخره احتمالش هست کمه ولی هست بعد اگه به ترکیب لنگ کی هست؟ صاف ماشین لنگ صاف ماشینه میگه قبلش پس یک فرم بهشون بده پر کنن اگر شکست یک ترمیم شیشه رفته بودم قبلی که شیشه ترک زده رو ترمیم کنه چون احتمال ترکیدن بود فرم پر میکرد برای مشتری ها نه احتمالش کمه شوخی میکنه با این کار شیشه قالب چیز دودی قالب شیشه میشه یه چند تا چروک ریز فقط مونده دیگه قالبشه باز این شیشه هم نسبت به شیشه فابریکی خوبیش اینه که دورش این نوار سیاهه رو داره موقع تیغ انداختن یه کمی راحت تره نمیخواد دقیقا از بغل برش بزنی الان که شیشه نترکیده گفت شیشه ها رو بده پایین که هوا نگیره تو ماشین دیگه خدای قالبش شد دیگه از تو دیشب تمیز کردم اما دستمالم پرز داشته موقع تمیز کردن شما با ما شما یه جور دیگه تمیز میکنی تو تمیز ببینیم چی تمیز میکنی به نظر آب پاش میزنی با کاردک میکشی ها البته من با دستمال میکروفایبر نکشیدم با دستمال از این وایتا کشیدم اینا که این پرز میده حالا اضافاتش رو تیغ میگیره ولی دودی زدن کار لذت بخشی نیست چرا خیلی حال میده شغل تفریحی خیلی سکسیه شغل تفریحی دارن اینا لذت داره البته اگر عشقشو داشته باشی اگه بخوای به عنوان شغل و درآمد فقط به این موضوع نگاه کنی ممکنه زیاد به لذت نداشته باشی اما عشقشو داشته باشی هم درآمدشو کنارش داری هم عشقشو این قسمت رو چجوری در میاری؟ جای آینه رو کامل میزنم یعنی از این پایین بد میشه فقط اینو در بیاری این حباباش بد میشه
فشارم گرد میکنه. دقیقا این تیزی ها. بزن بیا میره. باسا این بره کنار، این نشکنه. بله بالا نمیاد، باید روشن کنم ماشینو. بزن دکمه، من دستم رو ترمز نگه دارم. یه بار دیگه. این ماشین بالا. این قاب زیرفرمونم برای این بسته نشده هنوز. شما دیشب میگم دیگه مال چیز کیلسشو درست کردیم، هنوز نبستیم. قفل مرکزیشو درست کردیم مثلا. تیغ اول با تیغ تمیز میکنه، بعدم کاردک میکشه. هر آشغالی چون این زیر بمونه بعد داستان میشه، حباب میفته اگر آشغالی بمونه. چیکار میکنی؟ این چیه؟ ها؟ چیو؟ میخواد مانیتور نصب. مانیتور هم نصب میکنی؟ بله. خط انداختی رو ماشین. حالا حسین میخواد رفت. حسین بیا بیکار با این است. بیا از این بنده خدا کمک گرفت. شاگردشون رفته رو ماشین دیگه داره مانیتور نصب میکنه. آپاش کو نگه دارم که بادی دفعی نزنه برگرده. شیشه هم کامل میزنه. اسپری خب حالا میره که اینو جا بزنه. تنظیم کاریش چون با سه شوار قشنگ فرم داده و تیغشو انداخته دیگه. از اینجا به بعد فقط آب کف زیر بین دودی و شیشه رو تمیز میکنه با کاردک. چه ماشینی هستم شیشه جلوش سخت تره؟ 207 207 با 206 فرق ما. 206 207 بس همه میگم شیشهش تخم مرغی. آره این هم هست ولی کمتر. اونو باید بیشتر با سه شوار در بیارن اگه بخوان یه تیکه بشه. خب باش چجوری یه تیکه باشه دیگه. این هم نمای بیرونش.
اتمام یک شیشه هم تمیز میکنه که هرچند ایرادی نیست. اینم پایان کار. اینجا هم بین امام رضای 31 اگر فوکوس ما اجازه بده بین امام رضای 31 و 33 لوکس اسپورت تک شیشه دودی سیستم صوتی هرچی بخواین اینجا داره. دست شما درد نکنه.